نام داستان دوری و دلدادگی. ریحانه و سامان هر دو مهاجر بودند، یکی از افغانستان و دیگری از ایران، که هر دو در شهر کوچکی در ترکیه زندگی می کردند و داشتند به زندگی جدید خود عادت می کردند. ریحانه دختری پر از رویاها بود که دوست داشت در آینده طراح گرافیک شود و سامان پسری سخت کوش که برای تامین هزینه‌های خانواده‌اش کار می‌کرد. آنها اولین بار در یک کلاس زبان ترکی با هم آشنا شدند. ریحانه همیشه در ردیف اول می‌نشست و با دقت به درس‌ها گوش می‌داد، در حالی که سامان بیشتر در گوشه آرام می‌نشست و سعی می‌کرد با واژه‌های جدید کنار بیاید. یک روز که معلم از ریحانه خواست یک متن ترکی را بخواند، صدایش لرزید. سامان که متوجه اضطراب او شده بود، آرام گفت: تو میتوانی، نترس. همان جمله کوتاه دل ریحانه را گرم کرد. روزها گذشت و دوستیشان عمیق‌تر شد. در پارک‌های شهر قدم می‌زدند، درباره رویاهایشان حرف می‌زدند و با یکدیگر امید می‌دادند. اما زندگی مهاجرت همیشه ساده نیست. خانواده ریحانه تصمیم گرفتند به یک شهر دیگر بروند و این یعنی جدایی. شب آخر زیر چراغ‌های زرد خیابان، سامان و ریحانه کنار یک کافه کوچک ایستادند. چشمانشان پر از حرف‌هایی بود که گفته نمی‌شد. سامان آهسته گفت: قول بده رویاهایت را دنبال کنی. ریحانه با لبخندی تلخ پاسخ داد: فقط اگر تو هم قول بدهی که تسلیم نشوی. آن شب ریحانه رفت، اما ماها بعد یک پیام از سامان به او رسید: من هنوز دارم تلاش میکنم، تو چطور؟ ریحانه لبخند زد. فاصله ها شاید زیاد بود، اما دلهایشان هنوز کنار هم بود، نزدیک بود.